با دلانگیزترین درودها به پیشگاه شما مهرنیوشان سرباد مهرآفرین، هر جا که هستید در واقع باشید. من مهرانه های شما را از بلخ و بخارا شنیدم، مهربانانی از سرزمین ورجاوند تاجیکستان ها. تا من برنامه‌ای داشتیم که دوستی از گنجه به ما زنگ زدن و آذری بودن و فارسی رو بسیار زیبا گفتمان کردن. آفرین بر شما، بسیار من خرسندم. خب امروز بخش سیوم برنامه آموزش پارسی پوره تاجیکی را ما پیرامون چند واژه در تاجیکستان سپند میگذاریم، به مانند واژه هایی که برای خویشاوندان به کار میبرند: واژه تقای، واژه امک، واژه اپا، دادار. و گرچه زمان بسیار میخواهد اما ما کوتاه میگیم. واژه امک که در ایران هم شوربختانه عمو میخوانند همون است، هیچ چیزی نداره. و در سرزمین کابلستان خراسان کاکا میخوانند. درود بر سرزمین کابلستان و لوگرستان و بغلان و پغمان، اونها کاکا که میخونن باز در خور ستایش است. کاکا از کی میآید؟ کیانی، اینی که مهرآفرین میگوید کیانی. ما پیشدادی ها رو داشتیم، کیانی ها رو هم داشتیم. ما در سرزمین خودمان بختیاری ها به برادر بزرگی میگیم کاکا. اما پس از تازش تازیان و تحقیر سرزمین ما به بردگان میگفتن کاکا یا کاکاسیا. اما کاکا از همون بنواژه کی گرفته شده است که ریشه پیشوند کیومرث هست و کاووس هست. ما این واژه کاکا را بسیار بالا میدانیم. پس وقتی هنگامی که من میگویم که کیخسرو کیانی، این از کجا آمده است؟ از مهرآفرین بپرسید. این از کیانی ها آمده است که ما کاکا میگیم، شیرازی ها میگن کاکو، در برخی از واژه ها میگن کا، و این کا، کی، ککو، کا از همون کیانی ها برگرفته شده است. پس حالا ما میخوایم که بگوییم که به جای امک و عمو چه میگوییم. آنچنان که من پژوهیدم و گفتمانی داشتم، ما پدر داریم و عمو را اپدر میگوین یا اپدر، که اپا باز اینجا چمش پیدا میکند. ما یک نوه داریم، نبیره میگن شیرین تر از فرزند نبیره هست. عمو هم اپدر، چیزی فرازتر از پدر میخواندن که دکتر ناصر انقطاع اپتر این رو به جا آورده که به هر حال در ژرفای واژه‌نامه‌شون هست، ولی من بر این باورم که اپا، واژه اپا بزرگوار، واژه آپی هست که در انگلیسی هست، آپ and down. ما در گویش های آنشانی داریم میگیم دون، پایین، که اونو عربی میگن دون صفت، پایین صفت. در برابر دون ما آپ داریم که اپا هست، بسیار فرازمند، بسیار بلند جایگاه، بلند مرتبه. واژه اپا واژه ناب پوره پارسی تاجیکی است. اما به جای امک ما میتونیم اپتر بیاریم، یا همین واژه کا یا کی یا کاکا. به جای واژه من نمیدونم زمان من همکنون، من بر این باورم که بر همین بپردازیم تا برویم برنامه آینده به واژه تقای. پس ما در بخش سوم آموزه های مهرآفرین بر این سر شدیم که به جای امک یا عمو واژه اپتر را بگوییم، پارسی ناب و پوره تاجیکی. در گفتمان‌های
بومی ما میتوانیم کا هم و کاکا هم بگیم، اما عمو و عمک واژه های ناویژه‌ای هستند که باید پرتاییم تا بتوانیم به پرنیخ یکی بودن، یکی گشتن، رسیدن، دست یازیدن بیاموزیم. خب برای اینکه دوستان ما هم بتونن ببینم، من نمیخوام زمان من دراز کشیده باشه، در آینده میپردازیم به جای به ویچار و تفسیر واژه تقای. واژه تقای از کجا آمده است و به جای تقای چه میتوانیم بگیم. امروز من یادم رفت که بگویم که 26 اپریل 2017 ترسایی برابر 8576 کیانی هست. حال برخی دوستان میگن چرا این هست؟ ما خوشبختانه شاهنامه رو داریم. شاهنامه برگ هویت ماست، بیگمان بنچاق ماهیت ماست. یادتان باشد سخن مهرآفرین سخنی نیست که همینطور بگوید. من واژه ها رو کارت پزشکی میکنم، واژه ها رو DNA شون رو پیدا میکنم. نغز باشید، درواخ باشید، آکنده از مهر. عشق بر شما باد پدران و مادران، آفتاب زندگیتان برکشیده باد. پترود.